السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان عزیز، خداوند نگهبان تو باشه که همه وقت در بر ما هستی. پروردگار سربلند باشه. دوستان قرار داریم در زمزم مارکتی پراسپکت میرکی از طرف دستی راست ما مسجد میشوه که 100 چند متر از این مغازین نوی کشودگی نزدیک است. خوب این مغازین پیشکی ما محکم کردیم دوستان. اینجا گذرانده مغازین تمام داروها در اینجا وجود دارن. خوب دوستان مهربان میگذاریم در حج عمره کی در رمضانی قرار دارد. دوستان مهربان من نرخ نوارا میگم التماس با دقت گوش کنید. زنگ زده بسیار سوال نتی گوش کنید با دقت. 15 روز اول $1650 بخوراک، 15 روز آخر $1700 بخوراک. خوب اولش $1650 آخرش $1700. با میگذاریم 15 روزه اول با خوراک یعنی خوراک را تامین میکنیم $1900. با 15 روزه آخر خوراک تامین میکنیم $2000. کدمی اگر که با یک ماه رفتنی باشه ما 23-24 پرواز داریم. کدمی که اگر یک ماه رفتنی باشه دوستان مهربان یک ماه بخوراک $1900 یعنی که یک ماه بخوراک یعنی ای خوراک تامین میکنیم ای جای خو $2400. خورد خوراک اهمیت بده خانم و اهمیت بده دوستان عزیز. جای خو خورد خوراک همه را تامین میکنیم دوستان. بعد یه مسئله دیگه دوستان عزیز که مسئله همین گسنیسایی که همه وقت کدمی شخصا ما رفته بودن میدونستان که 200 متر زور 500 متر دور بودن. اگر ایرس کمتر دورتر میشه از خانه یک مدینه که همه وقت نزدیک است ای مکه که باشه کمتر دورتر میشه دوستان مهربان. خیلی دور میشه 1.5 کیلومتر یعنی 1500 متر که میتونی اگر پیاده بیای پیشگام بیای 20 منوت. اگر که مثال میگیم در چی بیای در اتوبوس بیای هر یک امو گسنیسوهای ما مهمونخونه چون اتوبوس دارن در اتوبوس اومده میتونی دوستان. خواهش میکنم جاها خیلی کمان و حرکت کنی زودتر بگی جاها تو بگیری که با کدوم خاطر یعنی که در مابین رمضان همین ویزا پرابلم میشه. با اون خاطر ما 23-24 ما پرواز کردیم. یک روز دو روز رمضان هم که بگذره از سالش ان شاء الله در همون جا میگذرونیم. خواهش میکنیم زنگ بزنید جای حقوقتون بگیری. حرکت میکنیم که در خدمت شما باشیم. حرکت میکنیم با سر بلند خدمت رسانی بکنیم. یعنی همه کار دوستان مهربان مینوس و پیلوس داره. همه کار کمبودی میشوند. فقط به کمبودی به مشکلی به خطا تنها پروردگار است. در همه شرکت ها خطاگی هست. در همه ما در دیگر برادرانم در تمام جا در تمام دنیا در تمام کار مینوس و پیلوس هست. اما دوستان مهربان حرکت میکنیم که با آسایشتر تا حد امکان همیشه را برطرف کنیم. خوب دوستان عزیز رقم در روی اکران 915 442 1673 دوستان مهربان در اینجا است در پراسپکت میر که برماده در همین زی مسجد است. و همین مسجد یا 100 متر نورسید در همین دستی راست همین مغازین ما میشود. میدروی آفیس زمزم مارکت ما بالا نوشتگی آفیس همینجا میدروی اکه حسن شتگی قشنگ صحبت میکنیم. خورد و خوراک را من در روی اکران موندم که یعنی اگر که خورد و خوراک ما تامین کنیم چینا مدسته میای این همین طرف دستی راست ببینه چی است مسجد پراسپکت میریم جی 100 چند گلتا میخری همونجا است. خورد و خوراک ها حرکت میکنیم که خورد و خوراک های مکه و مدینه همه حاجی که رفتن میدونن کمتر تیز است یعنی که او خلق به هم تیز خری آموخته است. ما حرکت میکنیم که همین خورد و خوراک آهسته بعد شما میگیم که خلافر چون ندوزن هم تیز چون نکنن تو همون مداران و پدرها که ایسای شرکت ما میخرن تیز نخرن. چی بگم دیگر. خدا نگهبان تو سلامت باشه. رحمت برای دستگیری تو از شما خواهش ویدیو را پهن کنید تا کدمی حج رفتنی مقصد ببینه و زنگ بزنید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و